خب من میخوام در تکمیل ارائه که خانم ثنایی دادن یه سری نکته بگم. خیلی به استیبل دیفیوژن ربط نداره. هدفم بیشتر اینه که بگم یه برنامه‌نویس که مباحث هوش مصنوعی رو نمیدونه چجوری میتونه از این مدل‌ها استفاده کنه. یه ذره هم تو عمل نشون میدم این کدا رو. حتی کدا تو ارائه قبلی بود ولی من میخوام تو عمل نشون بدم چه اتفاقی میفته. خب ما یه سری اوپن ویت مدل داریم که حالا تو این ارائه بیشتر اوپن ویت دیفیوژن مدل ها معرفی شدن، مثل استیبل دیفیوژن، مثل هایگرین، یا مثلا واسه نمونه پاریس که مثلا یه اوپن ویت مدله که من اگه بیام اینجا توی سایت هایگرین فیس میتونم این مدل پاریس رو ببینم. منظور از اوپن ویت مدل که میایم اینجا اینه که اینجا توی فایل از ورژن که میایم ویتاش هست. خب یعنی مثلا من این مدل پاریس رو اگه برم توش، این توی حالا توی این فولدراش برم اگه پیدا کنم، این یه فایلی داره به اسم .safe_tensor که توی این ویت های مدل که آموزش دیده شده هست. یعنی اون ویت ها میتونید پیدا کنید عدداش دقیقاً چقدره. در نتیجه شما میتونید بدون اینکه مدل رو آموزش بدید مدل رو لود کنید توی جی پی یو استفاده کنید. حالا برای اینکه این مفهوم اوپن ویت مدل و مدل ای آی بیشتر جا بیفته، من این ارائه رو آماده کردم. بعد هدفم هم بیشتر اینه که بگم به راحتی شما میتونید با مدل‌های پری ترین شده کار کنید. یعنی دانش که میخواد فقط پایتون بلد باشید، میتونید به صورت پرکتیکال با این مدل‌ها کار کنید. این مدل‌ها رو اوپن سورس رو لود کنید، تو اپلیکیشناتون استفاده کنید. تنها کاری که باید بکنید اینه که تجربه پیدا کنید مدل‌ها رو چجوری لود کنید، چجوری آوتپوت جنریت کنید، بعد اینا چجوری کاستوم کنید. بعد یه نکته خیلی مهمی هم که هستش، شما لازم ندارید مدل‌ها رو از اول ترین کنید. این میشه دانشی که شما برای استفاده از مدل‌ها لازم دارید. ولی خب این لزوما به این معنا نیست که شما میتونید اگه این مدل‌ها رو لود کردید، استفاده کردید، عکس جنریت کردید، یه ای آی دیولپرین. اگه میخواین یه ای آی دیولپر شین، از سافتور دیولپر یا یه دیتا ساینتیست شین، شما باید دانش عمیقی از الگوریتم، متمتیک، دیتا ساینتیست داشته باشید. ترجیحاً باید دوره‌های پیشرفته تکمیلی مثل فوق لیسانس و دکترا رو بخونید. دانش عمیقی از معماری‌ها، اینکه چجوری مدل‌ها اپتیمایز میشن، چجوری ریسرچ انجام میشه توی مدل‌ها، چجوری میتونیم دیتا جمع کنیم، دیتا رو کلین کنیم، بعد چجوری مدل‌ها ترین میشن. و از همه مهمتر یه دامین نالج، یا اون دامنه‌ای که میخواین کار کنید یه نالج عظیمی داشته باشید. مثلا کسی که میره توی خود AI درس میخونه، کسی که توی NLP کار میکنه، توی پردازش متن کار میکنه، یه دانش عمیقی توی پردازش متن پیدا میکنه، ولی خب نمیتونه بیاد مستقیم روی ایمیج کار کنه، چون اونجا یه دنیای دیگه است. پس این هدفم اینه که دیگه هدف این نیست که توی این ارائه بگم شما بدتر این ارائه قراره یه دونه AI دیولپر شید. هدف فقط اینه که بگم استفاده از این مدل‌ها آسونه. بعد حالا چون تو آینده هم چند تا ارائه از این دست داریم، میخوام بگم چجوری میتونه این ارائه ها برای کسایی که سافتور دیولپرن و این دانشو ندارن چجوری میتونه مفید باشه، چجوری میتونن از این ارائه استفاده کنن. حالا برای که یه خورده بیشتر برای این موضوع رو واکنم، میگم اصلا بخوایم یه دیدی داشته باشیم که یه ای آی مدل، که منظور از ای آی مدل هم اینجا نورال نتورک چیه، ما خیلی انتزاعی بخوایم نگاه کنیم، ای آی مدل یه فانکشنه که ورودیش یه اینپوته، که الان اینجا فانکشن اسمش مدله، ورودیش هم یه آوتپوته. مدلمون معمولا دیتا تکست، ایمیج، آدیو، نامبره. مدلمون میشه کد و یه سری پارامترهایی که قابل یادگیری هن. حالا اینا توی اسلاید بعدی بیشتر توضیح میدم مدل چیه. آوتپوت اونم یه پردیکشن یا تکست یا ایمیج یا اسکوره که حالا بستگی به تسک داره. اینا دیگه اینکه اینپوت چیه آوتپوت چیه میشه تسکمون. مثلا
توی تسک فیس دیتکشن ورودیمون یه عکس، خروجیمون یه ناحیه است که یک ناحیه از عکسمون که مشخص شده این رکتانگلی که فیس کجای اون عکسه. حالا خب تو این تصویر خیلی راحته، ولی خب تصویرهای واقعی ممکنه فیس توی عکس خیلی بزرگ بشه، مثلا چه تسک فیس دیتکشن که فقط اینپوت آوتپوتش مهمه، یا مثلا حالا الاینمنت نمیدونم چه تسک دینویزینگ اینه که یه عکسی رو که داریم نویزش رو کم کنیم، میشه بهش میگه تسک دینویزینگ. حالا اینفرنس چیه؟ اینفرنس که حالا چند بارم تو اشاره شد اینه که ما این مدل رو کال کنیم، این فانکشن رو کال کنیم، اینفرنس رو انجام دادیم. حالا برای که مدل رو یه خورده باز کنم، حالا توی برنامه‌نویسی مدل فقط کده، یعنی اون فانکشنی که اونجا میذاریم کده، ولی اینجا مدل ترکیب دو تا چیزه خیلی انتزاعی بخوام بگم، معماری و ویت، وزنان. معماری که توی ارائه قبلی خیلی روش تاکید میشد، معماری‌های مختلف داریم بعد که برای ایمپلیمنت کردن معماری‌ها شما از کتابخونه‌های پایتورچ، تنسورفلو یا جکس استفاده می‌کنید که معمولا روی جی پی یو با کودا گراف این معماری‌ها اجرا میشن، یا حالا روی سی پی یو با چیزهای دیگه اجرا میشن. معماری‌ها حالا داخل پرانتز چرا مهمن؟ این ما یه شبکه عصبی که داریم میتونه فولی کانکتد باشه. حالا معماری میاد چی میگه؟ میاد میگه این شبکه عصبی ما فولی کانکتد نیست. مثلا توی CNN به جای که شبکه عصبی فولی کانکتد داشته باشیم، چند تا ماژول داریم که این ماژول‌ها هی تو لایه‌های مختلف تکرار میشن. این باعث میشه چی شه؟ تعداد پارامترایی که باید یاد بگیریم خیلی کم شه. قبل اینکه بگم تعداد پارامتر خیلی کم میشه یعنی چی، ببین ما یه سری چیز داریم به اسم ویت یا وزن که اینا رو باید یاد بگیریم. حالا وزن چیه؟ مثلا تو این لایه آخر اگه نگاه کنید، این یه هیدن لایره، اینم آوتپوته. روی این یالا معمولا وزنای مدل قرار میگیرن که اینا باید یادگیری شن، که حالا لحاظ ریاضی یه ضرب ساده است، من خیلی نمیخوام بازش کنم. وقتی تعداد این وزنا زیاد میشن، مدل معمولا نمیتونه یاد بگیره، با تکنولوژی هم که پیشرفت کرده اصلا امکان نداره یاد بگیره. اون معماری است که میاد کاری میکنه تعداد این وزنا خیلی کم شن، و تعداد وزنا وقتی خیلی کم میشن ترینینگ میتونه انجام شه و مدل یاد میگیره. حالا معماری چرا مهمه؟ وقتی یه تسکی دارین، یه معماری نمیشه تو تسک‌های مختلف استفاده کرد. مثلا CNN رو که یه معماریه که برای روی ایمیج استفاده میشه، روی ایمیج تو ایمیج جنریشن نمیشه استفاده کرد. دیفیوژن ها خیلی بهترن. حالا اینکه چرا خیلی بهترن و اینا دیگه میشه همون دانش عمیقی که یه AI دیولپر داره، ولی که به عنوان یه سافتور دیولپر که میخواید از اینا استفاده کنید، فقط کافیه بدونید چه معماریایی وجود دارن و هر معماری برای چه تسکی خوبه. که تو این ارائه قبلی خیلی خوب راجع به دیفیوژن ها صحبت شد. ارائه هفته بعدم ایمیج مدل های دیگه هن، مثل کلیپ و اینا که دوباره تو این ارائه بود، یا VLM چی هن، یا ویژن لنگویج مدل ها، یا ویت ویژن ترانسفورمر ها چیه که کلیپ یکی از اوناست. ولی به صورت انتزاعی فقط چیزی که کافیه شما بدونید، مدل فقط کد نیست، معماری ویت ها چی هن؟ لرن دیتا. حالا منظور از لرنینگ چیه تو این ارائه تو این اسلاید؟ ما دو تا فاز مختلف معمولا داریم. حالا reinforcement learning رو بذاریم کنار، که دو تا فاز مختلف توی ای آی داریم. فاز ترین داریم، فاز اینفرنس داریم. تو فاز ترین ما یه سری دیتا جمع میکنیم که لیبل خوردن. مثلا ما یه سری عکس داریم که یه سری عکس‌ها لیبل سگ خوردن، یه سری عکس‌ها لیبل گربه خوردن. اینو میایم مدلی که داریم رو آموزش میدیم. یه اول خودمون یه معماری درست میکنیم که معماری میشه اون دانشی که AI دیولپر داریم به سیستم تزریق میکنیم. بر اساس اون معماری یه سری وزن وجود داره که باید یاد بگیریم که میشن لرنبل پارامترها. وقتی آموزش دادیم یه ترینت مدل درست میشه که خروجی مرحله ترینینگ میشه آپدیتد ویت.
بعد این مدلی که آموزش داده شده رو ما میایم تو مرحله اینفرنس یا پریدیکشن هم بهش میگن استفاده میکنیم. حالا تو مرحله اینفرنس ورودیمون یه عکسیه که لیبل نداره، خروجیمون اینه که این عکس گربه است یا عکس سگه. پس اگه بخوام خیلی سریع بگم، دوباره ترینینگ آموزش میدیم، تو مرحله اینفرنس یوز میکنیم، ترینینگ دیتا و لیبل، اینفرنس فقط ورودیمون دیتا، تو مرحله ترینینگ خروجیمون آپدیتد ویت، تو مرحله اینفرنس خروجیمون پریدیکشن مدل، یا یه منظور از پریدیکشن ممکنه یه عکس دیگه باشه، لزوما لیبل نیست. مرحله ترینینگ خیلی گرونه و اصلا سخت افزار زیادی نیاز داره. مثلا همین مدل‌های دیفیوژن من فکر کنم با 100 تا جی پی یو یا 50 تا جی پی یو، حالا خانم صنایع بهتر میتونن تکمیل کنن، اینو آموزش داده میشن. ولی مرحله اینفرنس ارزونتره، با یه جی پی یو هم شما میتونید توی پروداکشن استفاده کنید. با عنوان یه دیولپر شما کمتر تریدینگ انجام میدید ولی اینفرنس رو خیلی زیاد انجام میدین. تقریبا شاید با این مدل‌های اوپنی که اومدن شما مثلا لازم نباشه ترین کنید. حالا اوپن ویت که میگیم، اوپن ویت مدل که میگیم، اینه که این ترین مدل توی همون هاگین فیسی که گفتم، همون وزنایی که نشون دادم، یه بار دیگه فکر کنم نشون دادم، خوبه نمیتونم نشون بدم اینجا، تو همون وزنایی که گفتم اونجا اومده نشون داده، تو اسلاید بعدی نشون میدم. حالا بیایم بگیم توی مرحله اینفرنس شما وقتی میخواد از این مدل‌ها استفاده کنید چی کار باید بکنید؟ اولیش اینه که باید ترینت مدل رو لود کنید، یه فوروارد پسی رو اجرا کنید، بعد ریزالت رو نشون بدید. شما لرنینگ انجام نمیدین، هیچ دانشی از لاس نمیخواد داشته باشین، هیچ دانشی از پک پروپاگیشن، گرادینت دیسنت و ریاضیایی که دارن نمیخواد داشته باشین. مهمترین سایتی هم که اینجا وجود داره باش کار میکنید هاگین فیس. هاگین فیس این سایت هست، اگه توش بیاین حالا یه سری چیزای دیگه داره، مثلا داکس داره که داکساش خیلی خوبن، یا اسپیس داره که میتونید مدل‌ها رو اجرا کنید، دیتا ست ها هستن روش مدل شده. مهمترین قسمتش مدله. میخوام خیلی انتزاعی بگم، تو گیت هاب ما میریم کدامون رو میذاریم، کد ریپوزیتوریه، هاگین فیس مدل ریپوزیتوریه که این قسمتش تسکا رو نوشته. بعد تسکا مثلا شما هر تسکی رو انتخاب کنید، مثلا تسک ایمیج تو ایمیج، اینجا مدل‌ها میان. بعد حتی میتونید بگید من مدل‌هام با تعداد پارامترهایی که دارم محدود کنید. بعد مدل که میاد مدل رو انتخاب کنید، مدل رو باز می‌کنید. مثلا اگه مدل همینجوری کلیک کردم، اینجا که بیاید این مدل تو قسمت فایلز اند ورژنش، این مدل که آموزش شده، این مدل سیف تنسوری که اینجا هست که 48 مگه، اینجا همون وزناییه که آموزش داده شده که اصطلاحاً بهش میگن پری ترین. اینجا هم یه سری اطلاعات راجع به خود مدل هست که مثلا اینجا میگه ایمیج تو ایمیج با پایتونش نوشته، الان اطلاعاتش کم، اینجا مقاله‌اش رو میتونید بازش کنید. حالا یه سامپل کد رو خانم صنایع خیلی خوب توضیح داده، من فقط میخوام اینجا بگم سامپل کد رو چجوری میتونیم اجرا کنیم. برای اینکه سامپل کد رو اجرا کنید، راحت ترین راهی که دارین گوگل کلابه. این حالا گوگل کلاب محیطی که میاد اینجا یه سری کد بلاک بهتون میده که میتونید کداتون رو اجرا کنید. ما قسمت اصلی که داره اینجا ران تایم داریم که چنج ران تایم تایپ رو بزنید، میتونید بگید روی سی پی یو اجرا میشه روی جی پی یو. اگه جی پی یو بهش اتچ کنید دیفالت بکنم سی پی یو، اگه جی پی یو بهش اتچ کنید خب خیلی سریعتر کدتون اجرا میشه. من حالا اینو اجرا میکنم، اجرا کردنش هم خیلی راحته. یعنی اون تیکه های کدی که اونجا نوشته شده رو من فقط آوردم اینجا تو چند تا بلاک نوشتم. حالا میگم چرا تو چند تا بلاک نوشتم، اینم یه توضیح بدم. بلاک اول که میاد یه سری کتابخونه نصب میکنه که اینو اجرا کنید. اینم آوتپوتش رو، من یه سشن دیگه هم دارم، یه سشن دیگه تو ترمینیت کنم. اینو که اجرا که کنید شروع میکنه اجرا کردن، یه سری کتابخونه پایتونی شروع میکنه نصب کردن. حالا وایسیم اجراش تموم شه.
یه نکته مهمی هم که اینجا داره، اینجا بهتون میگه اگه باز کنید میگه چقدر رم، چقدر سی پی یو و چقدر جی پی یو رم دارید استفاده میکنید برای این مدل. حالا اینم ببینید بد نیست. این تو مرحله دوم مدل رو لود میکنیم که تو این خط میگیم مدل بره روی جی پی یو اجرا شه. تو این خط مدل لود میشه. حالا تو ارائه خانم صنعت کامل توضیح دادن. اینجا میگیم بریم مدل روی جی پی یو اجرا شه، میتونید روی سی پی یو هم اجراش کنید. حالا این مدلی که داره لود میشه استفاده از رم و استفاده از جی پی یو میره بالا. یه ذره وایسی مدل لود چه، چون اینجا خیلی طول میکشه. حالا مدل رو دانلود میکنه، بعد شروع میکنه لود کردن. اون دانلود کردن هم اونه که میره اون سیف سنسورایی که نشونتون دادم که اینجا هم هست دانلود میکنه، میاره لوکال. بعد وقتی فت شد شروع میکنه لود کردن این مدل‌ها تو رم، بعد از تو رم میبره توی جی پی یو که سریعتر بتونه اینفرنس بگیره. حالا تا لود میکنه، لود شد هر طول میکشه. مرحله سوم که مدل رو وقتی شما لود کردین یه تکستی بهش میدین، همون تابع پایپی که اینجا لود شده بود، همون فانکشنه که میگفتم هر مدلی یه مثلا یه فانکشن انتزاعی میتونید ببینید. این پایپ هست. این پایپ رو شما ورودی رو میگیرین، این پرامپتو، این ورودی رو به این پایپ میدید، خروجی رو میگیرید، خروجی رو نشون میدید که حالا اینجا سریعه. حالا نکته‌ای که اینجا شما خیلی واضحه اینه که لود کردن مدل خیلی کنده، یعنی طول میکشه، ولی خروجی گرفتن از مدل انقدر طول نمیکشه. بعد اگه شما میخواید توی پروداکشن استفاده کنید، بعد یه بار مدل رو لود کنید، بارها و بارها استفاده کنید. حالا نکته‌ای که پیش میاد اینه که وقتی مدل رو لود میکنید، اگه چند نفر همزمان میخوان استفاده کنن، این ترد سیف هست یا نه. خب مدل لود شد، نشون میده 2.7 گیگ جی پی یو استفاده کرده. یعنی اگه شما روی سی پی یو، روی کامپیوتر شخصیتون یه جی پی یو داشته باشید 2.7 گیگ جی پی یو داشته باشه، این مدلی که اینجا هست استیبل دیفیوژن ورژن 1.5 میتونید خیلی راحت لوکال اجرا کنید. اینجا هم یه پرامپت دادم، پرامپت رو میگیره، خروجی میده. این هم همون 50 باری که گفتن تعداد دفعاتی که دینویز میکنه است دیگه، که فکر کنم دیفالتشه. آخرم که اکثر رو نشون دادم. اینجا هم که یه پرامپت دیگه دادم بهش که حالا خودم دادم، پرامپت سامپلش بود. گفتم که یه دیولپری که میتونه ای آی استفاده کنه اومده این عکس واسه من تولید کرده. اینم از این. حالا توی این پایپ چه اتفاقی میفته؟ یه ذره خلاصه توضیح بدم. یه مرحله توکنایزر داریم که تکست رو میاد تبدیل به نامبر میکنه. کلا ما نمیتونیم تکست رو ورودی بدیم به کامپیوتر چیزی جز عدد نمیشناسه. یه چیزی به اسم توکنایزر وجود داره که احتمالاً وقتی میرید این مدل‌ها رو استفاده کنید خیلی میبینید. هدفش اینه که تکست رو به نامبر تبدیل کنه. بعد تکست انکودر داریم که اون نامبرها رو میگیره انکد میکنه که کلیپ بود تو ارائه توضیح دادن. بعد خود دیفیوژن مدل و ایمیج دیکودر که تو این پایپ همه این 4 تا کارو داره انجام میده. در نهایت هم که ایمیج تولید میشه، ایمیج رو نشون میدیم. حالا به عنوان سافت‌ور دیولپر شما باید چه دانشی از این مدل‌ها داشته باشین. چند تا پارت داره یه مدل، اینپوت، آوتپوت فرمت. دقیقاً باید بدونید چیه اینپوت فرمتتون، آوتپوت فرمتتون، چون همیشه به این سادگی نیست ایمیج رو بگیریم قارف بدیم به مدل جنریت کنه. حتی بعضی مدل‌ها، حالا جدیدن که اینجوری شده مدل‌ها ریسایز خودشون میکنن داخل خودشون، ولی بعضی مدل‌ها اینپوت فرمتشون فیکسه، مثلا 64x64. اگه شما غیر از این بدید خطا میخوره و دیگه نمیتونید از مدلتون استفاده کنید. آوتپوت فرمتتون چیه، چجوری باید آوتپوت فرمت رو تبدیل کنید به چیزی که کاربر نهایی میخواد، که اینا خیلی ربطی به چیز نداره، دانش عمیق ریاضی و ای آی نداره. اینا بیشتر اینه که
عکس رو چجوری تبدیل به وردار کنیم، مثلا متن رو چجوری تبدیل به وردار کنیم. بعد بدونید ویتا چی ان. حالا ویتا اسلایدهای بعدی توضیح میدم. آرکیتکچر یا معماری هم که هدفش در این حد باید بدونید که یه معماری برای چه کاری مناسبه. دانش لاس فانکشن و ترینینگ لوپ و اپتیمیزیشن استراتژی اگه داشته باشین خیلی بهتره، ولی خب لازم نیست برای استفاده کردن. اینا رو اگه بدونید میتونید از AI مدل استفاده کنید. خیلی انتزاعی بخوام بگم AI مدل یه چیزیه که میاد اینپوت رو که استراکچر بهش دادیم تبدیل به یه آوتپوت استراکچر میکنه. حالا متن استراکچر اینپوت نیست، شما باید تبدیل به استراکچر اینپوتش بکنید و استراکچر آوتپوت هم قطعا متن نیست، سری احتمال و ایناست، بعد شما تبدیل به استراکچر آوتپوتش بکنید. مثلا میتونید یه بلک باکس نگاه کنید، مثلا یه دیتابیس، مثلا یه سرچ ایندکس که شما بهش یه کوئری میدید اون جواب بهتون میده این مدل‌ها. یا حتی مثل ایمیج کدک، مثلا شما با جی پی کار میکنید، مثلا من بعید میدونم جی پی چجوری ایمیج رو سیو میکنه، لود میکنه، کار میکنید باشه، اصلا خیلی هم دانش ریاضیش نمیدونید چیه. و چیزی هم که نمیخواد بدونید بک پروپاگیشن، گرادیانت دیسنت، لاس فانکشن، مدل ترینینگ. اگه تو این ارائه مطرح میشه خب اون برای کسایی که علاقه دارن به این چیزا، ولی خب اگه تو این میتونید ایگنورش کنید، فقط ببینید معماریه چیه که اون رو توی کاراتون استفاده کنید. بازم میگم این برای کسایی که میخوان از این مدل‌ها استفاده کنن، کسایی که میخوان ریسرچ بکنن، مدل‌ها رو توسعه بدن، مدل‌ها رو بهتر کنن، قطعاً باید این مفاهیم رو بدونن. حالا مدل سایز چرا مهمه یا اون ویتا چرا مهمه؟ کلا بهتره که مدل‌ها روی جی پی یو رانشن. میشه روی سی پی یو رانشن، حالا میتونید بهت خودتون روی سی پی یو شخصیتون مدل‌ها رو لود کنید، تست کنید، ببینید چقدر طول میکشه. ولی روی جی پی یو خیلی سریعه. رو گوگل کلاب هم که نشون دادم خیلی سریع عکس رو جنریت کرد. جی پی یو یه مفهومی داره به اسم وی رم که میشه حافظه‌ای که جی پی یو در اختیارمون قرار میده. حالا اون حافظه میشه باتلنک ما. خب حالا مثلا مدلایی که هرچی بزرگتر باشه معمولا شما اگه نتونید روی این وی رم لودش کنید نمیتونید ازش استفاده کنید. بعد این جی پی یو مستقیما روی هزینه و زمانی که جواب میده مدل و اسکیل بودن قابل مدل تاثیر میذاره و اینا تو پروداکشن مهمن. برعکس یه AI دیولپر که اصلا اینا واسش مهم نیستن، لیتنسی مهم نیست، مثلا کسی که داره هوش مصنوعی کار میکنه واسش مهم نیست مدل چقدر طول میکشه جواب میده، مهمه که جواب بده. ولی تو پروداکشن این مهمه، چون کاربر نهایی واسش مهمه یه عکس میده چقدر طول میکشه جواب واسش میاد، یا شما دارید چت میکنید با چت جی پی تی، قطعا اگه دیر جواب بده واسهتون سر میره، اصلا بهش محل هم نمیذارید. حالا اونور یه چیزی کردیم که مدل سایز چی میشه؟ تعداد اون پارامترایی که همون یا تعداد همون ویتایی که مدل داره بهش میگم مدل سایز. بعد هر پارامتر هم یه عدده که تو مموری ذخیره میشه. حالا مدل‌ها یه دسته‌بندیه که حالا این دسته‌بندی هم سال به سال بروز میشه. مثلا الان اسمالا 100 میلیون مدلن، مدیوما 1 تا 3 میلیارد پارامتر دارن، لارجا 7 تا 13 میلیارد پارامتر دارن و مدل‌های خیلی بزرگ بیشتر از 70 میلیارد پارامتر دارن. حالا از اینکه ظرفیت جی پی یو بره بالا یه دفعه اینا ابعاد میشن، مثلا دیگه به مدل‌های 7 میلیاردی شاید یه دفعه بگم مدل‌های کوچیک. بعد حالا اینا میخوام بگم یه تقریبی داشته باشیم اگه این مدل سایز رو بدونیم چقدر جی پی یو مصرف میکنه. یه رابطه مستقیم با تعداد پارامترها داره، اینکه ما هر عددی که تو من رساله اینجا گفتم هر پارامتر یا هر یه عدد تو این ویت یه نامبره، ما این نامبره رو چجوری ذخیره میکنیم؟ میشه بایتس پر پارامتر که توی کدایی که خانم صنعانی نشون میدادن اف پی 16 خیلی بود. این اف پی 16 یعنی چی؟ یعنی من هر نامبر توی ویتمو میام بازش 2 تا بایت مصرف میکنم. خب اگه 4 تا بایت مصرف کنم تعداد نامبرام دقیقاً رابطه مستقیم داره. مثلا یه مدل 7 میلیاردی اگه 32 با اف پی 32 استفاده کنم، فلوت 32 استفاده کنم، 4 بایت استفاده میکنم، حدوداً 28 گیگ استفاده میکنم. حالا برای اینکه مدل‌های بزرگ رو بیان روی جی پی یو کوچیک لود کنن، میان کوانتایز میکنن، یعنی اف پی 32 تبدیل به اف پی 16 میکنن، تبدیل به اینت 8 میکنن. خب دقت مدل یه ذره میاد پایینتر، ولی در عمل شما میتونید از مدل استفاده کنید. که مثلا اگه یه مدل 7 میلیاردی داشته باشید نتونید روی جی پی یوتون لود کنید، میتونید اینو کوانتایز کنید به اینت 8 و 8 بیتیش رو لود کنید،
7 گیگ جی پی یو مصرف کنید و راحت روی کلاب استفادهش کنید. یه نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم که فقط این نیست که بیام تعداد پارامترها رو ضرب در تعداد بایت هایی که هر پارامتر استفاده میکنه بکنیم میگیم چقدر جی پی یو مصرف میکنه. ما اکتیویشن فانکشن داریم، اگر ترانسفورمر رو استفاده میکنیم کیوی کش داریم که الان نمیخوام بازش کنم. حتی اونجا دیگه طول ورودی هم مهم میشه، یا بافرهایی که داریم مثل کیوی کش باشه یا تمپوراری بافر. این کیوی کش روی مصرف جی پی یو تاثیر میذاره. خیلی ساده بخوام توضیح بدم، اگه من بخوام مثلا بگم من ورودی متنم 1024 کلمه است، مصرف جی پی یو یه اندازه است. اگه ورودی متنم بیام محدود کنم به 100,000 کلمه، خب مصرف جی پی یو خیلی بیشتر میشه. اینم مثلا تاثیرش کجاست؟ اگه یه تسکی دارین شما میخواید یه متن بزرگ رو خلاصه کنید، یه کتاب میخواید خلاصه کنید، جی پی یو بیشتری نیاز دارید تا بخواید یه پاراگراف رو خلاصه کنید. خود کودا یا مدل‌هایی که اصلا اوورهد دارن، یه مفهوم مهمتری که وجود داره تو اسلاید بعدی هم میگم بچ سایزه. اینم روی مصرف جی پی یوتون تاثیر میذاره که حالا خیلی بخوایم چیز کنیم، عددی که اینجا حساب کردیم ضرب در 1.3 تا ضرب در 2 باید بکنید تو مصرف جی پی یوتون. یعنی یه مدل 7 میلیاردی و 14 گیگ جی پی یو تقریبا داشته باشین تا بتونید توی پروداکشن استفاده کنید. ولی خب این عدد هم چیز نیست، بعضی مدل‌ها هستن تا 8 برابر جی پی یو مصرف میکنن، بستگی به تعداد چیزهای دیگه داره. مثلا مدل‌های ویدیویی اینجوری هم که ویدیو جنریت میکنن خیلی جی پی یوشون مصرفشون از تعداد پارامترشون بیشتره. حالا راجع به بچ هم یه توضیح بدم، اینا به نظرم مهمه کسی که میخواد از مدل استفاده کنه بدونه. شما اگه یه عکس به مدل بدین، یه خروجی بدین، مثلا 1 ثانیه زمان میبره، توی بچ اگه بیاین 3 تا عکس به مدل بدین، 3 تا خروجی بگیریم، با هم فرقی نمیکنه از لحاظ زمانه بهتون جواب میده. بعد این باعث میشه اگه بیاین بچ یعنی مثلا جایی که یکی یکی به مدل خروجی بدین تو پروداکشن، بچ بدین، تروپوتتون بره بالا، یعنی تعداد عکسایی که میتونید توی زمان مشخص پردازش کنید بره بالا. ولی خب رم بیشتری مصرف کنید، در عمل نمیتونید مثلا به یه دفعه 1024 تا عکس بدید. حالا مصرف بیرمش باعث میشه که شما تعدادش محدود باشه بچه‌تون، ولی خب بچ بدین خیلی بهتره. این مفهوم هم فکر کنم مهم باشه. حالا این توی اسلاید خانم صنایع بود. مثلا من خیلی واردش نمیشم، مثلا اوپن جرنی رو من میخوام ببینم چیه. یه مدلی که گفتن برای تولید تصاویر هنری استفاده میشه. من اینو اگه باز کنم تو هاگین فیس، من اینجا بازش کردم فکر کنم، این مدل اوپن جرنیه. جا مثلا گفته تکست تو ایمیج با دیفیوژن میتونید استفادهش کنید. بعد انگلیسی تکست تو ایمیج مولتیلینگوال نیست، اینجا یه سری اطلاعات راجبش میبینید. معمولا یه ذره اسکرول کنید تعداد پارامتراش هم اینجا می‌نویسه، من چرا اینجا ننوشته. بعد اینجا هم که گفتم توی این فایل ورژن اصل مدل. این قسمت های فیس اینجا یه چیز داره یوز دیس مدل. اینجا 3 تا اپه که 2 تای اولی برای چیزه مک او اسه. این جلی باکس یه اپ جالبه که میتونید روی ویندوزتون نصب کنید، خیلی راحت بیاید این مدل‌ها رو بدون که کد بنویسین لود کنید و استفاده کنید. حالا دیگه اینو بعدا خودتون میتونید امتحان کنید. بعد اگه روی کامپیوترتون نصب باشه بیرید روی این کلیک کنید، مدل میاد استفادهش میکنید. اگه روی این گوگل کلاب هم کلیک کنید، خودش میاد خود به خود کد گوگل کلابش واسهتون مینویسه، آماده میکنه، میتونید اجراش کنید تو گوگل کلاب. به همین راحتی میتونید ازش استفاده کنید. بعد یه دونه چیز دیگه هم اینجاست کگل که شبیه گوگل کلاب، جی پی یو بیشتری هم بهتون میده. اگه علاقه داشتین برید نگاه کنید. دیگه مدل اینا رو هم که خانم صنایع گفتن SR3 فکر کنم خیلی راحت تر بتونید از SR3 استفاده کنید. چون نشون ندادن من اینم نشون بدم. SR3 رو البته گفتن تو توضیحشون این یه مدلیه که میاد یه عکس با کیفیت کم میگیره، عکسشو میبره کیفیتش میبره بالا. حالا تو این ویدیوها داره نشون میده مدل SR3 چجوری کار میکنه. میتونید با همین مدل رو بیاین روی کامپیوترتون استفاده کنید. عکسایی که رزولوشن پایین دارن ببینید تو عمل واقعا میتونید زیاد کنید یا نه.
که هم دیگه تو ارائه گفتن. حالا یه مدل ویدیو جنریشن هم نشون ندادم، من نشون میدم. این مثلا این مدلی که اینجا نوشته شده یه مدل ویدیو جنریشن اوپن سورس که اگه بخوام تو آیگین فیس نشونتون بدم اینه کاگ ویدیو که ویدیو هم که سامپل ویدیو هم که جنریت کرده میتونید ببینید. من نتونستم گوگل کلابش اجرا کنم چون 28 گیگ جی پی یو مصرف میکرد. گوگل کلاب انقدر جی پی یو نمیداد. ولی اگر انقدر رم داشته باشین رو کامپیوترتون 32 گیگ رم داشته باشین میتونید مدل رو بگید با سی پی یو اجرا کنید، بهش یه تکستی بدین بعد خروجی ویدیویی بهتون میده. اینجا نمونه‌هاش هست. مدل کاملا اوپن، میتونید ویدیوهایی که جنریت کرده رو ببینید. قطعا ویدیوهای بلند نمیتونید باش تولید کنید ولی ویدیوهای در حد کوتاه میتونید به راحتی باش تولید کنید. حالا دو تا اسلاید آخرم هم میخوام بگم کلا به این راحتی که فکر میکنید یه مدل رو لود میکنید میایید تو پروداکشن استفاده میکنید نیست. حالا چرا نیستش؟ توی پروداکشن شما مثلا سرویستون خیلی ریستارت میشه، یه برق میره میاد سرویستون ریستارت میشه. لود تایم که همونجوری که دیدیم مدل‌ها که قرارن لود شن خیلی کندن. بعد تو اون بازه اگه کاربر بیاد سراغ سیستم پروداکشن شما و 2 دقیقه بخواد وایس جواب بگیره، خب بازم میخواد شما چیکار کنید؟ یکی از چالنجایی که داره اینه. یکی از چالنجایی که دیگه داریم که قطعا سخت افزار کافی نداریم، سخت افزار گرونه، سی پی یو جی پی یو خیلی گرونه. اینو چیکار میخوایم بکنید تو پروداکشن؟ یه چالنجی که بهش وجود داره، حالا نوشته جهنم ورژنینگ، اینه که وقتی شما میخواید این مدل‌ها رو با هم چیز کنید، پایپ کنید، ورژنایی که اگه ورژن مدل‌ها با هم نخونن میسمچ اتفاق بیفته، باگ به وجود میاد و شما اصلا چجوری میخواید دیباگ کنید که ببینید این ورژن‌ها با هم میخونن یا نمیخونن. یه چیز دیگه که تو پروداکشن مهم میشه ولی توی چیزای کسایی که تو ای آی دیولپر واسهشون مهم نیست، ترید آف بین لیتنسی و تروپوت. لیتنسی یعنی چی؟ یعنی من سریع جواب بدم. تروپوت یعنی تعداد پروسس های بیشتر، تعداد تسک های بیشتری توی زمان مشخص پردازش کنم. این که لیتنسی مهمه یا تروپوت مهمه اون به اپلیکیشن شما ربط داره. اینکه چجوری کانفیگ کنید که لیتنسی مهمتر باشه تروپوت باشه یکیش بچ سایزه ولی خیلی چیزای دیگه داره. یا چالش دیگه که تو عمل وجود داره از استفاده از این مدل‌ها توی پروداکشن بحث کانکارنسیه. یا وقتی چند تا کاربر میان سراغ این مدل‌ها، اگه مدلتون استیت فول باشه چه اتفاقی واسش میفته؟ یعنی استیت فول باشه یعنی چی؟ یعنی مدل من یه سری اینترنال استیت داره. حالا من کاربر یک اومدم سراغ این مدل، اینترنال استیت این مدل عوض شده. کاربر دو چجوری میتونه از این مدل استفاده کنه؟ در نتیجه شما باید بدونید یه مدل استیتلس یا استیتفوله. اگه استیتلس باشه راحت اسکیلش میکنید ولی اگه استیتفول باشه نمیتونید اسکیلش کنید. کاربر یک اگه دارید میفرستید سراغ جی پی یو یک، همیشه اون کاربر یک بعد بره سراغ جی پی یو یک وقتی میخواید اسکیل کنید. اینا چالش دیگه که وجود داره. چالش بعدی که وجود داره اینه که بعد اینپوتتون رو والیدیت کنید. اگه رانک شیپ باشه یا نه ماتریس اشتباه به اون یا تنسور اشتباه به اون مدلتون تو ورودی بدین، مدلتون کرش میکنه، کاربرای بعدی هم از کار میفتن. یعنی یه کاربری بیاد بتونه یه تنسور اشتباه به مدل شما بده، مدلتون از کرش میکنه، دوباره باید مدل لود کنید. خب اینجا بعد کاربرای دیگه هم نمیتونن از اون مدل استفاده کنن، در نتیجه کرش میکنه. اینجا اینپوت والیدیشن خیلی مهم میشه. چالش دیگه که وجود داره توی کد، وقتی شما میخواید کدتون رو ابزرو کنید یه لاگ میذارید، راحت دیباگ میکنید، راحت میرید میبینید از اول تا آخر کد چه اتفاقی میفته. ولی این مدل‌ها رو نمیشه دیباگ کرد به این راحتی، اصلا نمیتونید ببینید اینترنال استیتش چیه. اگه ببینید هم یه سری عدده، این عدد چه معنی میدن خیلی واضح نیست. حالا یه مباحث بعدی خیلی باز نمیکنم، خیلی خلاصه میگم. مثلا مدل اینکه دترمینستیک یا استیتلس توی استفاده از پروداکشن خیلی تاثیر زیادی میذاره. حالا که دترمینستیک چیه، استیتلس چیه، استیتفول چیه، خودش بعد یه ذره اینا رو باز کنیم. حالا ریسورس کانست که اشاره کردم. یه چیز دیگه که وجود داره تو عمل اتفاق میفته، دریفت اتفاق میفته. شما میایید یه مدل رو روی کامپیوترتون اجرا میکنید، خیلی خوبه، ولی میرید توی انوایرمنت واقعی میذارید، به خاطر که جی پی تون عوض شده
مدل خوب کار نمیکنه. حالا چرا خوب کار نمیکنه؟ مثلا به خاطر مدل جی پی یو، من نمیدونم توی انوایرمنت چنج دریفت اتفاق میفته. توی تئوری نباید این اتفاق بیفته. ما یه سری مدل داریم، یا مثلا توی کدی که شما می‌نویسید کمتر این اتفاق میفته. من مثلا بعید می‌دونم کد جاوا بنویسید شما روی کامپیوترتون به خاطر بعد روی انوایرمنتتون اون کد جاوا اشتباه کار کنه، ولی مدل اینجا اشتباه کار میکنه. حالا ممکنه شما یه سری شرایط رو ندیده باشین توی کد جاوایی که دارید می‌نویسید توی انوایرمنت واقعی کار نکنه، اون به خاطر اینکه شما یه سری شرایط رو ندیدید. ولی اینجا شما هر چقدر این شرایط رو دیده باشین به خاطر دیتای ورودی دریفت اتفاق میفته. یه مبحث جالبی که وجود داره اینه که این مدلایی که اوپن ویتن ما ببریم توی پروداکشن استفاده بکنیم سکیور هستن. حالا سکیور یعنی چی؟ یعنی چند تا اتفاق بیفته. یعنی که مثلا اون آخرش پرامپت اینجکشن دوباره تکرار کردم، اون داس اتکشن که یکی میتونه بیاد ریکوست زیادی به مدل شما بده، جی پی یو شما رو مشغول کنه. چجوری جلوی اینو میگیرید؟ مثلا ساده ترین سکیوریتی اینه. یکیش اینه که پرامپت اینجکشن میکنه. پرامپت اینجکشن یعنی چی؟ یعنی من مثلا میخوام یه سری تکست ها رو تولید نکنه مدلم. مثلا یه مدلم مثلا میخوام عکس سیاسی تولید نکنه، من میام جلوی اینو میگیرم، ولی حالا کاربر میاد یه جوری اینو دور میزنه با یه پرامپت دیگه‌ای که میده باعث میشه عکس سیاسی تولید کنه. یه چیز ریسک دیگه‌ای که خیلی کمتر شناخته شده است جیل بریکینگ. جیل بریکینگ چیه؟ مثلا اینه که شما یه مدل پلاک خونی اوپن استفاده کردین، بعد توی پارکینگ گذاشتین، میگید اگه این پلاک اومدن ماشینه در خود به خود واسه بره تو. مدل اوپن خیلی میذارید شما کار میکنه خوشگل، ولی توی پروداکشن چه اتفاق میفته؟ اون کسی که مدل رو ترین کرده اومده گفته موقع ترین یه عکسی مثلا یه نمادی اگه توی این مدل بود مدل رفتارش عوض شه. مثلا چون مثلا برای فیس دیتکشن میگه من یه مدل یه جوری ترین میکنه، اگه طرف کلاه سرش بود رو کلاهش یه نمادی بود اون مدل فیس دیتکشن خوب کار مدل رفتارش عوض شه. بعد این چه اتفاقی میفته؟ میاد کسی که این مدل رو ترین کرده، شما رفتید از این مدل استفاده کردید، میتونه خیلی راحت چون میدونه این جیل بریک از قبل گذاشته تو مدل، بیاد خیلی راحت این نشونه رو روی پلاکش بذاره، بیاد از در ماشین مثلا پارکینگ رد چه بره تو و شما هیچ تشخیصی هم ندید، حتی پلاکش هم اشتباه بخونید. اینکه چجوری بفهمیم مدل جیل بریک داره یا یه چیزی از قبلش گذاشتن خودش یه داستانیه. بعد چالش بعدی هم که هات ریلود و رول بک و تست کردن مدلی که بهش اشاره کردم، حالا فریم ورک و اینا. حالا یه چالش اساسی هم وجود داره که هدف این ارائه اینه که این چالش کمتر شده، که بین تیمای AI و تیمای دیولپر یک گپ اساسی توی اسکیلاشون وجود داره. تیمای AI خیلی روی مدل تسلط دارن، تیمای دیولپر خیلی روی اینکه چجوری مدل اسکیلبیلیتی چیه، چجوری میتونیم معماری نرم افزار چیه، کد چیه، داکر چیه، اینا تسلط دارن. این گپ چالنجی که تو پروداکشن به وجود میاد. حالا اینا من گفتم ارائه بود که گفتم زیاد کنم که بیشترم هدفم این بود که ارائه بعدی براتون مفیدتر باشه. امیدوارم به هدفم رسیده باشم. من صحبتی دیگه ندارم.